در مؤسسه دولتی کالج طبی شهر خوجند با افتخار روز آموزگاران تحت عنوان آموزگار راهنما و راهکشا همایش ایدانه برگزار گردید. رهبرت مؤسسه از توجه روزافزون حکومت مملکت نسبت به آموزگاران فراهم آوردن شرایط خوب فعالیت به مشعل افروزان راه فردای بشریت یعنی آموزگار مفصل یادآوری نموده قید نمود که با دستگیری و غمخوری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در زمان صاحب استقلالی مقام منزلت آموزگار در جامعه بلند برداشته شد. در این دوره فراهم آوردن شرایط خوب فعالیت به آموزگاران، بلند برداشتن معاش کارمندان ساحه معارف و پیش بینی شدن امتیازهای زیاد با آموزگاران دلالت از آن می‌دهد که زحمت آموزگاران همیشه قدر کرده می‌شود. در ادامه گفته شد که استادان مؤسسه دولتی کالج طبی شهر خوجند در آماده نمودن متخصصان ورزیده پیوسته تلاش می‌ورزند. به مناسبت روز آموزگاران در فضای تنتنوی سپاسنامه و افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. در این روز آزمون‌های داخلی مؤسسوی جنببست گردیده غالبان آن معین و برابر گروه بهترین در سال 2023 و آموزگار بهترین در سال 2023 سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم گردید. باعث افتخار و سرفرازی است که امروز در جامعه قدر، قیمت و منزلت آموزگار خیلی بالا رفته است. این همه غمخوری‌های پیشوای معظم ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان است. طول 10 سال است که همچون آموزگار فعالیت می‌نماید. از بس که در عائله آموزگار به دنیا آمدم، از خردی مهر کسب آموزگاری را می پروریدم. از این لحاظ من نیز آموزگار شدم. امروز در یکی از مؤسسه های با نفوذ کشور همچون آموزگار کار و فعالیت می نمایم و افتخارمندم که آموزگار هستم. سابقه‌داران مهنت ضمن برآمد خود ابراز داشتند که کسب آموزگاری پیشه پر افتخار بوده. آموزگار در هر دور و زمان صاحب احترام و باوری جامعه بود و میماند. دعوت به عمل آورده شد که با استفاده از این شرایط علم آموخته همچون متخصصان ورزیده به خلق و وطن خدمت نمایند. دانشجویان با قرائت پارچه‌های نثری و نظمی در وصف استاد آموزگار یعنی راهنمای بشریت بار دیگر از نقش آموزگار در تربیت معنوی نسل انسان یادآور شدند. تجلیل با شکوه روز آموزگاران در مؤسسه تعلیمی شهادت از آن می‌دهد که خرد و بزرگ با زحمت آموزگار همیشه ارج می‌گذارند. با تعبیر بزرگان به مربی زیر گردون معتبر شدن ما از امکان بیرون است. همه ساله روز یکشنبه اولی ماه اکتبر روز آموزگاران جشن گرفته می شود و امروز ما نیز در کالج طبی شهر خوجند به نام یوسف بشیرخانویچ اسحاقی این روز را برای گرامی داشت این شخصیت های بزرگ جامعه با شکوه خاصه جشن میگیریم. امروز ما جوانان حس کرده ایستادیم که آموزگاران ما کوشش به خرج میدهند که تا ما متخصص ساحه طب گردیم. برنامه رنگین فرهنگی به چاره‌بینی جامعه مهنتی مؤسسه دولتی کالج طبی شهر خوجند شکوه خاصه بخشید. استادان مؤسسه در این روز از مهربانی و محبت شاگردان خود خوشحال گردیده بار دیگر از کسب خود افتخار و شکر این کشوری آباد و آزاد نمودند.